سلام به همه، به کانال ساینس ویداس یا کانال علم با ما خوش اومدید. من محمد علی شهاب هستم، دکترای علوم اعصاب شناختی و رتبه 2 کنکور دکتری علوم اعصاب ایران. منم فاطمه هستم، فارغ التحصیل رشته زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و خیلی خوشحالم که قرار توی این ویدیو با شما همراه باشم. خب ما توی کانال قصد داریم برای فارسی زبانان، علل خصوص ایرانیان، بیایم راجع به اخبار علمی جدید دنیا صحبت بکنیم. به این صورت که شما دیگه مطلع باشید که الان توی علم لبه تکنولوژی و اون لبه دانشی که دارن حرکت میکنن چی هست. ما این رو تو 2 حوزه تخصصی خودمون، یعنی علوم اعصاب شناختی و مغز و ژنتیک، براتون انجام خواهیم داد. پس اگه دوست دارین از جدیدترین اخبار علمی روز دنیا با خبر باشین و همچنین به مطالب علمی علاقه دارین، حتما با ما همراه باشین. یه نکته مهم دیگه هم بهتون بگم که ما قصد داریم براتون یه سری دوره‌های آموزشی تهیه بکنیم. یعنی ما مغز رو تو 2 حوزه تخصصی خودمون، من مغز و خانمم ژنتیک، بیایم از ابتدایی ترین آموزش‌ها براتون توضیح بدیم تا سطوح پیشرفته. یعنی شما تو هر سنی که باشین میتونین از اینا استفاده بکنین. برای همه سنین مناسبه. خیلی آموزش‌های کاربردی هم خواهد بود که شما میتونین تو روزمرگیتون استفاده بکنین. یعنی همینطور که دانشتون راجع به مغز و ژنتیک بالا میره، میتونین این استفاده هم بکنید اینها رو و کاربردش رو تو زندگی روزمره‌تون هم ببینید. پس بریم که با هم اخبار امروز رو داشته باشیم. آیا ما تنها موجودات زنده در کیهان هستیم؟ شاید پاسخ این سوال تو همسایه سرخ رنگ ما مریخ پنهان شده باشه. ناسا به تازگی شواهدی رو کشف کرده که میتونه بزرگترین سرنخ از وجود حیات باستانی روی مریخ باشه. کاوشگر پرسیورنس ناسا که از سال 2021 در سطح مریخ به دنبال نشانه‌های حیات جستجو می‌کرده، اخیراً در بستر خشک یه رودخونه قدیمی یه سنگی رو پیدا کرده که پر از لکه‌های عجیب و غریب این سنگ. و دانشمندان به این لکه‌ها گفتن لکه‌های پلنگی و دانه‌های خشخاش. این لکه‌ها در واقع کانی‌هایی هستند که توسط واکنش‌های شیمیایی شکل گرفتن. و نکته جالب و حائز اهمیت در اینجا اینه که چنین واکنش‌هایی روی زمین اغلب توسط میکروب‌ها انجام میشن. دانشمندان تاکید میکنن که این کشف هنوز به معنی یافتن حیات نیست، اما ناسا این شواهد رو به عنوان نشانه‌های زیستی بالقوه طبقه بندی کرده. یعنی چی؟ یعنی چیزی که ارزش تحقیق و بررسی بیشتری رو داره. یکی از دانشمندان این پروژه گفته ما اگه این ویژگی‌ها رو روی زمین پیدا می‌کردیم، احتمال زیاد منشأ اونها زیستی و میکروبی بوده. در ادامه بگم که سنگ‌هایی که کشف شدن حدود 3.5 میلیارد سال قدمت دارن و در منطقه‌ای به نام برایت انجل فورمیشن پیدا شدن، جایی که در قدیم یه دریاچه و یه رودخونه جریان داشته. کاوشگر پرسیورنس تا الان این نمونه‌ها رو توی کپسول‌های ذخیره کرده تا بعداً اونها رو برای انجام تحقیقات بیشتر به روی زمین بیاره. اما اینجا یه مشکل مهمی وجود داره. طرح ناسا برای برگردوندن این نمونه‌ها به دلیل کاهش بودجه‌های پیشنهادی ممکنه با خطر لغو روبرو بشه. یکی دیگه از دانشمندان این پروژه گفته این شاید قانع کننده ترین نشانه زیستی باشه که ما تا به امروز روی مریخ دیده‌ایم و با این حال هم هشدار داد که ممکنه فرآیندهای زمین شناسی هم چنین اثراتی رو ایجاد کرده باشن، هرچند که شواهد نشون میدن این احتمال خیلی خیلی کمه. و در پایان همه ما میدونیم که در حال حاضر مریخ یک بیابون سرد و خشکه و این رو هم میدونیم که میلیاردها سال پیش مریخ جو ضخیم و آب مایع رو در خودش داشته و این میتونسته شرایطی رو فراهم کنه که میزبان حیات باشه. حالا پرسش بزرگ اینجاست: آیا این سنگ‌های پلنگی واقعاً اثراتی از میکروب‌های باستانی مریخن یا فقط یک سری واکنش‌های شیمیایی هستن که انجام شده؟ نظر شما چیه؟ آیا به نظرتون بشر بالاخره در آستانه کشف حیات فرازمینی قرار گرفته یا نه؟ لطفاً نظراتتون رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید. خب بریم سراغ خبری که می‌خوایم راجع به مغز باهاتون صحبت بکنیم. به نظر شما تجمع آهن توی مغز چه تأثیری میتونه داشته باشه یا چه ارتباطی میتونه بین رژیم غذایی و مغز توی سنین پیری، سنین بزرگسالی و کارکردهای شناختی مثل حافظه داشته باشه؟ می‌خوایم این رو اینجا با بررسی بکنیم، این کاری که دانشمندان انجام دادن. ببینید یه کاری انجام شده توی دانشگاه کنتاکی، یه تیم خیلی مجرب علوم اعصاب و مغز این کار انجام دادن. هدایت این کار با آقای برایان گولد بوده و
اون مرکزی که این کار انجام داده ساندرز براون سنتر بوده که روی ایجینگ و روی سن کار میکرده. خب ما گفتیم که میخوایم برسیم به این که چه تأثیری میتونه این غذا روی مغز و روی رشد مغز، روی زوال مغز توی سنین بالاتر، توی کارکردهای شناختی مثل حافظه، کارکردهای مختلف دیگه داشته باشه. حالا بریم با هم صحبت بکنیم که ببینیم این چجوری هست. ببینید دوستان، ما یک آهن غیر همی داریم که اگر اون توی مغز تجمعش زیاد بشه باعث زوال حافظه میشه. یعنی چی؟ یعنی شما رژیم‌های غذایی که مصرف میکنید باید دقت بکنید که چی هستن که این آهن غیر همی رو توی مغزتون باعث نشه تجمع پیدا بکنه. حالا آزمایشی که انجام شده به این صورت بوده که توی این مطالعه پژوهشگران حدود 72 نفر از افراد سالمند بین بازه 60 تا 86 سال رو مورد بررسی قرار دادن. به چه صورت؟ اینا رو ابتدا اومدن ازشون یه سری تست‌های شناختی و حافظه گرفتن، خواستن ببینن که تو این سن حافظه اینا به چه صورت کار میکنه و بعدش ازشون یه اسکن مغزی گرفتن تا ببینن اون مقدار آهن غیر هم تو مغزشون چه مقدار تجمع پیدا کرده. بعد از 3 سال دوباره همین افراد جمع‌آوری شدن و دوباره همین اسکن ها و همین تستا رو مورد ارزیابی قرار گرفتن و نکته‌ای که مهمه اینه که بدونید اینا اون رژیم غذاییشون هم چک شد که چه رژیم غذایی مصرف می‌کردن و چه چیزایی می‌خوردن، چه چیزایی نمی‌خوردن. خب نتایج خیلی جالب بوده. نتایج به این صورت بوده که اون افرادی که رژیم غذایی مثل آنتی اکسیدان، ویتامین، مواد کاهنده آهن، اسیدهای چربی مفید مصرف می‌کردن، تجمع این آهن غیر هم تو مغزشون خیلی کمتر بوده و نتیجتاً اینا توی تسکایی مثل حافظه، مثل تسکای شناختی اتنشن و غیره خیلی بهتر از افرادی عمل می‌کردن که اینها رو تو رژیم غذاییشون نداشتن. به طور کلی ما اینجا این چیزی که این دوستان توی این مقاله که مقاله مهمی هم هست به ما میخوان بگن اینه که شما سبک زندگی که دارید، همین سبک رژیم غذایی که دارید، تو آینده میتونه روی مغزتون تاثیر بذاره. اینکه تو آینده تو سن بالا شما چقدر قدرت مغزتون خوب باشه که بتونین حافظه خوبی داشته باشین و دچار زوال عقل نشین، خیلی ارتباط پیدا میکنه با غذاهایی که الان مصرف میکنین. شاید بهش توجه نکرده باشین. پیشنهاد مقاله چیه؟ شما میوه‌هایی مثل سبزیجات، میوه‌جات مصرف کنید، ماهی، روغن زیتون، انواع مغزهای خوراکی و غیره. سعی کنید حتما اینا رو توی برنامه غذاییتون داشته باشین تا تو سنین بالا دچار مشکلات حافظه و غیره نشید. خب حالا ازتون میخوام که رژیم غذاییتون رو با رک باشین و واقعیت بنویسین که چه رژیم غذایی شما مصرف میکنین تا ببینیم که توی سنین بالا دچار مشکلات میشین یا نه. توی کامنت ها بنویسین، حتما فراموش نکنید. تا حالا فکر کردین چرا بعضی از بچه‌ها دیرتر راه میافتن و بعضیاشون زودتر؟ تحقیقات جدید اینو نشون داده که بخش مهمی از این موضوع مربوط به ژن‌های ماست. دانشمندان با بررسی اطلاعات ژنتیکی 70,000 تا نوزاد متوجه شدند که 11 بخش از ژنوم با سن شروع راه رفتن مستقل کودک مرتبط هستند. بله، ژن‌ها تاثیر دارن، اما تنها عامل نیستن. محیط و مراقبت والدین هم نقش بسیار مهمی در این زمینه دارن. پروفسور آنجلیکا رونالد از دانشگاه ساری میگه این یافته‌ها میتونه فهم ما رو از چگونگی شروع راه رفتن به طور بنیادین پیش ببره و به کودکانی با اختلالات حرکتی یا یادگیری کمک کنه. جالبه بدونیم که ژن‌هایی که بر راه رفتن تأثیر دارن بخشی از همون ژن‌هایی هستن که رشد مغز، تحصیلات و احتمال ابتلا به ADHD رو افزایش میدن. اما نگران نباشید، کمی دیر راه افتادن کودکتون همیشه نشونه یه مشکل نیست. تنوع زمانی در شروع راه رفتن کاملا طبیعیه و والدین میتونن در صورت نگرانی با پزشک مشورت کنن. و همچنین مطالعه میگه حدود 1/4 از تفاوت در سن اولین قدم کودک به ژن‌ها برمیگرده و این یعنی علم داره کم کم معماهای رشد کودکان رو برامون باز میکنه و با این اطلاعات میشه حمایت بهتری از کودکانی که اختلالات حرکتی یا یادگیری دارن انجام بدیم. پس دفعه بعد دیدید که یه بچه‌ای داره دیرتر از دیگران یا زودتر از اونها راه میفته، حتما این موضوع رو هم مد نظرتون داشته باشین که این موضوع کدگذاری شده در ژنوم اونهاست. موضوع دیگه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و یه خبر خیلی جذاب علمی محسوب میشه، اونم اینه که به نظرتون نوشتن چه تأثیری میتونه روی مغزتون داشته باشه؟ یعنی شما وقتی که دارید مینویسید با این حالتی که دارید تایپ می‌کنید آیا تفاوت داره توی مغزتون پردازشاش؟ و پاسخ اینه که بله، خیلی هم تفاوت داره و خیلی هم تفاوت حائز اهمیتی است. حالا بریم ببینیم که این دوستانی که این کارو انجام دادن، این دانشمندانی که این کارو انجام دادن به چه نتایجی رسیدن. اولا بدونید این مطالعه تو کشور نروژ و توسط تیمی از دانشگاه نروژ انجام شده که
افرادی بودن که پژوهشگرای مغز بودن و این مقاله توی فرانتیرز این سایکولوژی چاپ شده، یک مجله خیلی معتبر. چیکار انجام دادن؟ ببینید ما توی مغز یک برنامه داریم به نام EEG که ما میایم فعالیت الکتریک مغز رو باهاش ثبت می‌کنیم که حالا عکسش هم اینجا میتونید مشاهده بکنید. این افراد اومدن حدود 36 تا دانشمندان حدود 36 تا دانشجو رو ازشون سیگنال‌های مغزیشون رو ثبت کردن توسط دستگاه EEG و حالا یک تسکی رو اینا انجام دادن که ببینن مغزشون چجوری فعالیت میکنه. حالا اون کاری که ازشون خواستن چی بوده؟ ببینید به این صورت بوده که روی یک صفحه مانیتور یک نوشته می اومده و افراد تو 2 تا حالت باید این کار رو انجام میدادن، یا باید دوباره با دست می نوشتن اون رو روی صفحه نوری یا هر چیزی یا با خودکار مداد می نوشتن روی کاغذ و حالت دیگه اونو تایپ میکردن. و در همین حین که اینا داشتن این کار رو انجام میدادن از مغزشون هم داشته سیگنال‌های مغزی گرفته میشده که ببینن چه تأثیری میتونه این 2 تا حالت داشته باشه. خب حدس میزنید نتایج چی بوده؟ نتایج خیلی جالب بوده. افرادی که نوشتن رو انجام میدادن اتصالات مغزیشون خیلی بیشتر بوده، یعنی شبکه‌های مغزی فعال میشدن تو حالتی که شما دارین با دست مینویسین یا با خودکار یا با مداد دارین مینویسین نسبت به حالتی که فقط تایپ بکنید. پس یک نتیجه خیلی مهم این بوده که نوشتن میتونه شبکه‌های مغزی ما رو فعال بکنه، مغز ما رو خیلی کانکتد بکنه، یعنی کلا فعالیت مغزتون بالاتر بره، شبکه‌های مغزتون با هم دیگه تعامل بکنن. ولی تو اون حالتی که صرفا تایپ می‌کرده این اتفاق مشاهده نشده. پس به طور کلی نکته‌ای که اینجا می‌خوایم بهتون بگیم اینه که یعنی این تحقیقات علمی هم نشون میدن که شما حتما سعی بکنید برای یادگیری و برای اینکه تو حافظتون بشینه مطلبی سعی بکنید نوشتن رو حذف نکنید از پروسه یادگیریتون و حتما نوشتن داشته باشین، صرفا تایپ کردن نباشه. خیلی تاثیر داره توی یادگیری و حافظه بلند مدتتون و حتما این رو رعایت بکنید. خب حالا ازتون سوال میپرسم، شما چقدر در روز واقعا مینویسید، چقدر تایپ میکنید؟ تو کامنت ها من بگید. خب خیلی خوشحالم که با ما در این برنامه بودید و ما رو دنبال کردید. امیدوارم که از این اخبار علمی استفاده کرده باشین، چیزایی یاد گرفته باشین. ما سعی میکنیم که مطالب مهم رو براتون پوشش بدیم که کاربردی باشه. مثلا همین مطلب نوشتن خیلی کاربردیه، مطالب ژنتیک دانشتون رو بالا میبره. سعی کنید که اینایی که مطالب مهمی که بهتون میگیم رو توی زندگی روزمره‌تون استفاده بکنید و امیدوارم که بهترین اتفاقات براتون بیفته. لطفاً ما رو از نظرات و پیشنهاد خودتون حتما با خبر کنید. یادتونم نره ما رو حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون شیر بکنید و ما رو حمایت بکنید تا ما بتونیم فعالیت بکنیم و این دانش رو در اختیارتون قرار بدیم. تا برنامه بعدی، خداحافظ. خداحافظ.